تقریبا یه روزه که راکستار یه تریلر دیگه منتشر کرده و همه رو غافلگیر کرده. تریلری که نه تنها ما رو با شخصیت‌های جدید آشنا میکنه، بلکه نشون دهنده تغییرات اساسی در رویکرد راکستار گیم. در این تریلر با دو شخصیت اصلی بازی آشنا میشیم. لوسیا، اولین شخصیت قابل بازی در سری GTA، و جیسون، شریک او در جرم و جنایت. داستان اونا پس از آزادی لوسیا از زندان آغاز میشه و به نظر میرسه که رابطه اونا ترکیبی از عشق و اعتماد و خطره. بازی در ایالت خیالی لئونیدا جریان داره که میشه گفت نسخه مدرن از همون وایس سیتی خودمونه. توی تصاویر میشه اینو فهمید. منتقدان به تغییرات اساسی در رویکرد راکستار گیم اشاره کردند. برخلاف نسخه‌های قبلی، این بار تمرکز بیشتری بر توسعه شخصیت‌ها، داستان پردازی عمیق و پرداختن به مسائل اجتماعی مانند خشونت پلیس و نابرابری‌های اجتماعی مشاهده می‌شود. از این حرفا که بگذریم، میرسیم به تاریخ انتشار بازی، یعنی 6 می 2026 یا همون 5 خرداد 1405. تقریبا یک سال دیگه. تریلر دوم GTA انتظارات رو برای این بازی به طرز چشمگیری افزایش داده. با شخصیت‌های جدید، داستانی عمیق و فضای بصری خیره کننده، به نظر میرسه که راکستار در حال آماده سازی یکی از بهترین نسخه‌های این سریه. شما چطور فکر میکنید؟ به نظر شما بازم قرار راکستار دنیای گیم رو یه تکون اساسی بده؟ اینجا تو خونه است و مثل همیشه منتظر خوندن نظر شما هستیم.